تصور کن همین فردا صبح از خواب بیدار میشی و یک سکوت عجیب همه جا رو گرفته. صدای موجها دیگه نیست، بوی نمک و دریا از بین رفته. از پنجره بیرون رو نگاه میکنی و چیزی که میبینی باورت نمیشه. اقیانوس‌ها ناپدید شدن. فقط یک گودال عظیم، تاریک و بی انتها باقی مونده. فکر میکنی این فقط یه رویای ترسناکه؟ ولی این تازه اول ماجراست. با ما همراه باش تا ببینی در سیاره‌ای بدون اقیانوس چه سرنوشت وحشتناکی در انتظارمونه. حالا زمین یک چهره جدید داره. جایی که قبلاً آبی بیکران بود، الان یک زخم عمیق و تاریکه که تمام قاره‌ها رو به هم وصل کرده. اسرار هزاران ساله، شهرهای گم شده و بقایای موجوداتی که هرگز ندیدیم حالا زیر نور خورشید قرار گرفتن. شاید فکر کنی که خب حداقل میتونیم این سرزمین جدید رو کشف کنیم. ولی یک مشکل خیلی بزرگتر وجود داره. چرخه آب متوقف شده. دیگه اقیانوسی نیست که آب رو بخار کنه و ابرها رو بسازه. این یعنی پایان باران برای همیشه. در عرض چند هفته رودخانه‌های بزرگ دنیا مثل نیل و آمازون تبدیل به مسیرهای خاکی میشن. گیاهان از کوچکترین علف تا بزرگترین درختها شروع به خشک شدن و مردن میکنن. سیاره ما به سرعت تبدیل به یک بیابان جهانی میشه و آتش سوزی‌های غول‌پیکر دودمان سبز زمین رو به خاکستر تبدیل میکنه. ولی فاجعه اصلی هنوز در راهه. چیزی که برای زنده موندن بهش نیاز داریم داره ازمون گرفته میشه. هوا. بیش از نیمی از اکسیژن زمین توسط موجودات ریزی به اسم فیتوپلانکتون ها در اقیانوس ها تولید میشه. بدون اقیانوس کارخانه اکسیژن ما برای همیشه تعطیل میشه. هر نفس سخت‌تر از قبل میشه. انگار یکی دستش رو روی گلوی تمام موجودات زنده گذاشته و به آرامی فشار میده. زنده موندن در این هوای سمی تقریباً غیر ممکنه. ولی حتی اگر راهی برای تولید اکسیژن پیدا می‌کردیم، زمین دیگه اون سیاره مهران نواز سابق نیست. اقیانوس‌ها مثل یک سیستم تهویه مطبوع غول‌پیکر برای زمین عمل می‌کردن. گرمای خورشید رو جذب و در سراسر سیاره پخش می‌کردن. حالا روزها به شدت سوزان و شبها به طرز مرگباری سرد میشن. اختلاف دمایی که هیچ موجود زنده‌ای نمیتونه تحملش کنه. و درست وقتی که فکر میکنی دیگه بدتر از این نمیشه، خود زمین شروع به اعتراض میکنه. وزن تریلیون ها تن آب اقیانوس ها پوسته زمین رو در تعادل نگه داشته بود. با ناپدید شدن این فشار عظیم، صفحات تکتونیکی شروع به لغزش‌های غیر قابل کنترل می‌کنند. زلزله‌های عظیم و فران‌های آتشفشانی تمام سیاره رو می‌لرزونه و زمین رو به یک جهنم واقعی تبدیل می‌کنه. پس دنیای بدون اقیانوس فقط یک بیابان بزرگ نیست، یک سیاره مرده، خفه کننده و در حال فروپاشیه. ما دیدیم که نبود آب چه بلایی سر ما میاره. ولی آیا تا حالا فکر کردی نبود ریه های زمین یعنی درخت ها چقدر میتونه ویرانگر باشه؟ شاید فکر کنی جوابش رو میدونی، اما حقیقتی که در ویدئوی بعدی فاش میشه حتی از این هم ترسناکتره. شاید فکر کنی اکسیژن ما از منابع دیگه‌ای هم تأمین میشه. درسته؟ شاید نه. اگه میخوای بدونی چرا ناپدید شدن درختها میتونه سرنوشتی حتی بدتر از ناپدید شدن اقیانوس‌ها برامون رقم بزنه، روی ویدیویی که الان روی صفحه میبینی کلیک کن. از دست دادنش یعنی از دست دادن قطعه حیاتی پازل بقای ما.